هرچند این شب و روزها شکایتی اکثری ساکنان تاجیکستان از لیمیت بی‌برقی است، باشندگان دهه جنگل‌آباد شهر وحدت شکایت دیگر دارند. رعایت نشدن رژه محدودیت برق و به گمان آنها فروخته شدن حقشان به کارخانه‌های اطراف. اونا میگن که اونم دیننه پرر دودن همگی 25 minut هم 25 minut دودن هم خطی خلاصید اینه بیگه بدودن. یکی از ساکنان این دهه در شکایتش برای آزادی می نویسد که 3-4 روز اخیر شبانه برق را با جای ساعت 17 ساعت 21 می دهند و می گوید که همگی 2 ساعت برق دارند. او در ادامه نوشته است اداره برق باشد لیمیتی به اهالی معین شده را به مینی زوادهای گرد و اطراف می فروشد. یعنی کرپسی حالت نرسیدن برق را باز هم دشوارتر می نماید. نیکوخم ویگه او پیشته میتون حاضر نمیتین شو نمیتین. ساکنان میگویند به مقامات محلی مراجعت کردند ولی پاسخ گرفتند لیمیت همین است، هرچند در محله های دیگر چنین وضع نیست. چی مراجعت کنید چی نکنید چی میگه لگاو چی نمیگه. شبکه های تقسیمات برق موجودیتی به اصطلاح لیمیت فروشی را رد می کند، اما می گوید در بعضی موردها با درخواست خود ساکنان رژه برق رسانی کم یا زیاد کرده می شود. نه اگه وقت ندارد اگر اگه جو فرض کردیم ودم اگه که درگذرد شب باشد التماس کنن اگه ساعت برای خاطر همون خانه که مصیبت شده است همونجا پیوست میشه. خیلی چی نیست، ما اخبارات درست گپ نداریم در جایشان چی گپ است چی گپ نیست. از تجربه با درخواست مشتریان کم و زیاد کردن وقت لیمیت، سال گذشته ساکنان چند دهه ناحیه رودکی نیز برای آزادی شکایت کرده بودند. امسال با آن شکایت ها از شهر و نواحی دیگر علاوه شده است. در همین حال شکایت ساکنان از رعایت نشدن رژه دادن برق یا لیمیت در شبکه‌های اجتماعی نیز زیاد شده است. در تاجیکستان از 23 سپتامبر به این سو برق به ساکنان تمام مناطق بجز شهرها و مرکزهای ولایت‌ها با محدودیت داده می شود که عمدتاً مردم در یک شبانه روز همگی 6-7 ساعت برق دارند، یعنی صبح ساعت 5 تا 8 و بیگاه از 17 تا 21. ولی شرکت برق تاجیک و شرکت‌های دیگری مربوط به برق تا کنون جاری شدن لیمیت را رسما اعلان نکرده.